السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، ازتون خواهش همین ویدیو رو با دقت گوش کنین، یعنی بفهمین که شما نزدی ملای یعنی اوید بر رقیه شرعیه، اوید به جنخانی هست، یا اینکه اون ملا نیست بلکه اون ساحر است، یعنی فولبین است و جادوگر است. اگر که بخواین بعضی علامت هاش میگم، اگر که همین ها را پیدا کردین در همون یعنی به قولی که ملاخ چه میگیره، یعنی ساحر یعنی کذاب، اگر پیدا کرده همین چیزها را از شما که پرسان کرد، یعنی شما یقین بفهمید که اون جادوگر است، از نزد اونها دور شیدن در کار. اگر ما بوده که از این علامات ها در همون دیده شیوه، همون لحظه و زمان همونجا را ترک کنین. و خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود هر کسی که نزد اونها بروند و هر آن چیزی که اونها گفتگو کنن، اگر که با اونها تصدیق کنین، باور بکنین، نعوذ بالله از ایمان خارج میشوین. با اون خاطر که پیش از آنی که ما و شما از ایمان خارج نشیدیم، حرکت کنیم که نزد این خیل انسان، این خیل شخصیت ها یعنی نرویم. یعنی یکم چیزی که وقتی که مریض نزدی یعنی بیمار نزدی همون ساحر میره، همون جادوگر از اون سوال میکنه، یعنی یسأل المریض، یعنی سوال میکنه از بیمار، عن اسمه، یعنی از نام همو و اسم امه، یعنی از نام مادرش، نام خودش پرسان میکنه و نام مادرش رو. یعنی در اینجا سوال میگه که بچه خاطر، یعنی نام مادرش رو سوال میکنه و نه نام پدرش رو. خب سوال خوب است برای انسان ها باید بفهمن. یعنی همون ساحرها چون میگن که بچه خاطر به خاطر اونه که یعنی پدر میتونه که دیگه کس شوه، یعنی مادر میتونه که نعوذ بالله خیانت کنه و دست به زنا بزنه، و پدر هم که دست به زنا زنه یعنی مادر رو تولد میکنه. با اون خاطر یعنی فرزند و مادر باید از یک خون هستن، از یک جا پیدا شدگی هستن، یعنی فرزند از مادر پیدا شدگی نامی مادرش رو پرسان میکنه، به خاطر اونه که یعنی سحر یقین شوه، حقیقی شوه، یعنی پیوست شوه سحر، یعنی جادوگری، نعوذ بالله. یعنی وقتی که سوال میکنه نام شما و نام مادر شما را، یعنی بفهمین که نعوذ بالله این جادوگر است. یعنی او وقتی که پیش امو معالج میره، یعنی شخصی که میره تر معالجه میکنه، یعنی از تو پرسان نمیکنه نام مادر تو، یعنی از تو پرسان میکنه چی برادر چی بیماری داری، حتی نام تو نمیپرسه، باید پرسان نکنه. اگر برای معرفه برای شناسایی خیلی دیگه گپ که نام اختارم بپرسه، نام مادر داره حق نداره بپرسه، یک و نام پدر داره. دوم یعنی وقتی که پرسان کرد بفهمی که این سحر است. و معالج یعنی بیمار از بیماری همو پرسان میکنی که چی درد داری، از اون درد هم پرسان میکنی و دیگه چیزها رو پرسان کردن نمیتوانی. خب دیم وقتی که بیمار میآید یگان چیز از لباس های هوایی میگیره، یعنی یگان از کرته هاش، یکی از مایکه هاش، یکی از تحپوش هاش، یگان چیزی که میگیره که بوی هوایی بمانه داره، بوی همون انسان در هوایی مانده باشه. یعنی وقتی که از شما پرسان میکنه که یگان لباس تا ببر به ما را بیار، یعنی از ذبح همی، یعنی از بوی همی، ذبح همی، بوی همی، یعنی چکار میکنه انسان اما جین میفهمه که انسان چی در داره پیدا کردن میتونه. خلاص گل و کار اونها برا نگیر و این جین ها گفتی گپا قبر شما را میکنن. هم خاطر حرکت کنین، کوشش کنین که پیش این خیل شخصیت ها تمام رفتن در کار نیست. و دیگر یعنی علامت های اونها با شما امر میکنن که برین یگان چیز ذبح کنین، یعنی بکشین، یا اینکه گوسفندای، بزای، مرغای، یگان حیوانی است که بکشش میگه و در اونجا نام الله را ذکر نکه، یعنی بغیر الله، نام یگان جی نمیگه، میگه به خاطر انا و نعوذ بالله ذبح بکه. و گاه وقت میشه که پیش همون میره میخونه، یک چیزهایی که میخونه که در اونجا مشاهده نمیشه، که یعنی اونجا قرآن خونده ایست از، یا اینکه باید خونده ایست یا که بعد امتر میکنه. خلاص گب در اینجا چکن میکنه و ذکر میکنه نعوذ بالله جین ها و شیطان ها را. در اینجا هست جین مسلمان، جین کافر هم هست، اما اینها چکن میکنن، یعنی از چی میکنن، جین ها طلب میکنن یاردم.
یعنی بعض علامت هاش هستن که یعنی نشونه هاش که یعنی همون مریض همون بیمار میگه که طول 40 روز یعنی دست در آب نزن. وقتی که این گونه انسان ها برای شما این گونه امر کردن، شما بفهمین که یعنی انسان چکو کرد؟ دست به جادوگری زد، نعوذ بالله. یعنی الله سبحانه و تعالی تازه است، پاک است و میخواد که بنده هاشم پاک باشن. وقتی که ما و شما دست به آب نزدیم، طهارت نکردیم، نماز نخوندیم، طاعت عبادت الله را نکردیم، با همه بلا گرفتار میشویم، مبتلا میشویم. با مخاطر وقتی که این گونه شخصیت ها را میبینین و این گونه شما را امر میکنن با کارهایی که اونها ضد گفته خدا و رسول خدا هستند، گفتی که پاکی نمیدرین اونجا را ترک کنین. که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که من اتی کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. نگه هر کسی که پیش یک انسانی که بروا فالبین کاهین، یعنی او پیش گفتاری کنه، یعنی پیش اومد چی گپ میشه او را بگه و کارهای بگه که از اون تو خبرداری نیستی و باور بکنه هر آن چیزی که او میگه فقط کفر، بدرسی که کفر کرد هر آن چیزی که نازل شده است و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بما انزل علی محمد، هر آن چیزی که نازل شده است و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. از همون خاطر چقدر که ما و شما عملهای خیری نیکی نکرده باشیم، به خاطر دنیا، به خاطر دنیایی که اندکی هست، عملهای خود را برباد ندهیم. چنون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که عش فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، یعنی در دنیا چنان زندگی بکن که مثل یک مسافر هستی یا اینکه مثل یک راهگذر. مسافر یعنی چه خیلی بگیم، وقتی که ما به دیگه شهر و خاطر رزق روزی حلال میریم، همون چیزهای در کاری میگیریم، میریم کار میکنیم، بر میگردیم. یعنی هر ما چیز در کار نیست که بگیریم، هم چیزایی که ضروری هست. یعنی در این دنیا عملهای صالح برای ما و شما ضروری هستند. تلاوت قرآن، نمازهای نافله و دیگر عملهایی که خیر هستند، اونها برای ما و شما یعنی ضرور هستند. و هم خودی دوستان عزیز، از همتون خواهش یعنی همیشه با طاعت عبادت الله باشین، یا اینکه مثل یک راهگذر باشین. چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن راهگذر یعنی یگان جو سفر میکنه جه به اوجره، یعنی بگین که از مسکو به شهر یکتریمبورگ سفر میکنی، با همراه چی میگیری؟ دکومنتاتا که در که یعنی پلیس پرسا نکنه، خب و پول و چی و یگان لباسی که یعنی در راه یا غیچید لباس عوض کنیم، هم چیزا میگیریم. و ما و شما یعنی با همراه خود توشه اعمال صالح باید داشته باشیم، عملهای خیری داشته باشیم، اونها با همراه ما و شما باشن. وقتی که به قبرستان میگذارن ما و شما را، این قبول ملک مالی که ما داشته باشیم، اینا همش درد سری ما میشوند. با هم خاطر برادران عزیز، از همتون خواهش در حق ما دعا کنین و با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.